سلام، ریاضی نهم فصل اول ادامه مبحث مجموعه آ. خب n اعداد طبیعیه، مجموعه n مجموعه اعداد طبیعیه. مجموعه اعداد طبیعی یعنی اون اعدادی که توی طبیعت وجود دارن و اعداد طبیعی ما از 1 شروع میشن، از 1 2 و غیره. پس ما نمیتونیم از 0 اعداد طبیعی رو شروع کنیم، چون که اعداد طبیعی اعدادی هستن که توی طبیعت وجود داره و ما هیچی رو داخل طبیعت نداریم، پس از 1 شروع میشن. اعداد صحیح اعدادی هستن که هم منفی دارن، هم اعداد مثبت رو دارن، هم 0 توشونه. خب پس من میگم -3 -2 -1 0 1 و غیره. و کلا مجموعه ما این انتهاشون بازه. حالا انتهای بازه ها رو من بعدا براتون توضیح میدم. مجموعه اعداد حسابی چیه؟ مجموعه اعداد حسابی اعدادی هستن که ما حساب کتاب باشون میکنیم. پس اعدادی هستن که از 0 شروع میشن، از 0 1 و غیره. این غیره ما یعنی تا انتها ادامه داره، تا بی نهایت ادامه دارن، تا جایی که ما عدد داریم. خب کیو رو ما مجموعه اعداد گویا میخوریم. مجموعه اعداد گویا اعداد کسری هن. اعداد کسری اعدادی که بین مثلا میگم یه دونه ما محور داشته باشیم، این عدد 2 باشه، اینم عدد 3 باشه. اعدادی که بین اینن جزء اعداد گویا محسوب میشن. خب مثلا 2/3 5/4. حالا اعداد گنگ چیه؟ کیو پریم با کیو پریم اعداد گنگ رو نشون میدیم. اعداد گنگ مثل رادیکال 2 اعداد گنگه. یه عددی که من اگه بخوام مثلا رادیکال 2 رو داخل ماشین حساب بزنم 1 خرده‌ای میشه. اون خرده‌ای و بازه زیادی داشته باشه ما اعداد گنگ حسابش میکنیم. ولی اگه من رادیکال 4 رو بزنم توی ماشین حساب یه 2 خالص به من میده، دیگه اون ممیز و خورده‌ای نداره. پس رادیکال 4 جزء اعداد گنگ نیست. حالا کل این عددهای ما، اعداد و مجموعه ما جمع میشن توی مجموعه اعداد حقیقی. یعنی ما یه مجموعه مادر داریم به نام مجموعه اعداد حقیقی که با آر نشونش میدیم. اعداد حقیقی میشه اجتماع کیو یعنی اعداد گویا و کیو پریم اعداد گنگ، یعنی هرچی عدد داریم جزء اعداد حقیقی هن. خب حالا میخوام مجموعه متناهی و نامتناهی و بازه ها رو برای شما توضیح بدم. من بازه رو بخوام توضیح بدم، مثلا من اینجا دارم مجموعه A. مجموعه A از 2 مثلا شروع میشه تا 3. اینو من اینجوری میذارم 2 3. بازش رو اینجوری من میبندم. به این مجموعه که دو طرف بازه هاش بسته باشه میگیم بازه بسته. بازه بسته. اما مجموعه B رو دارم. مجموعه B اینجوریه، مثلا 2 و 4. انتهای بازش رو من باز میذارم. وقتی بازه یعنی ادامه داره. پس من به این میگم بازه نیم باز. چرا نیم باز؟ چون یه طرف مجموعه من بسته است اما طرف دیگه مجموعه من بازه. پس من به این میگم بازه نیم باز. حالا مجموعه C رو اینجوری نمایش میدم. به این بازه کلن میگیم بازه باز. دو طرف مجموعه من بازه. حالا من میخوام همینو روی مثلا محور برای شما توضیح بدم. من میام بازه بسته رو روی محور نمایش میدم. خب بازه بسته رو روی محور نمایش بدم. مثلا گفته
2 و 5. یعنی چی؟ یعنی از 2 شروع بشه 3 4 این 3 اینم 4 اینم 5. اینجوری روی محور نمایشش میدم. این توپا رو چیکار میکنم؟ توپا رو پر میکنم. چرا پر میکنم؟ چون بازه من بسته است. پس بازه 2 تا 5 رو من اینجوری روی محور نمایش میدم. وقتی هم توپا رو پر کردم یعنی بازه بسته است. حالا میخوام چیکار کنم؟ بازه رو که نیم باز باشه توضیح بدم. مثلا اینجوری میکنم. این بخشش رو من نیم باز میذارم. خب حالا چه فرقی روی محور من میکنه؟ وقتی این نیم باز باشه این توپ دیگه نباید پر بشه. باید توپو من خالی کنم. پس میام اینجوری میکنم. وقتی که اینجور باشه یعنی 5 دیگه انتهاش بازه. اگه ببینیم اینجا این بهش میگیم بازه نیم باز. حالا من یه بازه دیگه هم داشتم توضیح میدادم. گفتیم بازه باز. بازه‌ای که 2 طرفش باز باشه. وقتی 2 طرفش باز باشه یعنی باید 2 تا توپا رو خالی کنم. اینم از این نمایش روی محور بازه باز. حالا من میخوام بازه متناهی و مجموعه متناهی و مجموعه نامتناهی رو به شما توضیح بدم. مجموعه متناهی مجموعه‌ایه که ثابته. یعنی به من میگه مجموعه اعداد زوج تک رقمی. خب زوج تک رقمی بچه زوج تک رقمی چه اعدادی هن؟ 2 4 6 8 10 که 2 رقمیه. 2 4 6 8 درسته؟ این مجموعه است. دیگه 2 رقمی ها رو نمیتونم بذارم جزش. درسته؟ پس من میتونم این مجموعه رو ادامه بدم؟ نه، چون 2 رقمی میشه. وقتی نمیتونم از این قسمت ادامهش بدم، از این قسمت هم قبل 2 مثلا 1 جزء اعداد فرده. پس مجموعه اعداد زوج تک رقمی یه مجموعه‌ایه که از 2 طرف بسته است. من دیگه از 2 طرف نمیتونم اینو ادامه بدم. پس میشه مجموعه متناهی. مجموعه نامتناهی چیه؟ اگه گفت مجموعه اعداد زوج کلا این انتها داره. وقتی انتها داشته باشه من نتونم اینو اصلا یه جا ببندم، نامتناهیه. پس مجموعه‌ای که من بتونم ببندمش ثابت باشه متناهی میشه، یعنی انتها داره. متناهی یعنی انتها دارد. ولی مجموعه نامتناهی یعنی انتها نداره. تو هر جور بخوای میتونی ادامهش بدی. پس مجموعه نامتناهی انتها نداره، مجموعه متناهی انتها داره.